در فیسبوک به یاد شهید مصطفی کریم بیگی عکسی با این توضیحات درج شده است: آخرین تصویر از فرشته علیزاده از شهدای واقعی کوی دانشگاه که او را در اسارت قفس آهنین نشان می‌دهد. 18 تیر سال 1378 فرشته علیزاده فعال دانشجویی دانشگاه الزهرا در میان درگیری‌های پس از حمله شبه نظامیان انصار حزب الله و پلیس به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران در وقایع 18 تیر 1378 ناپدید شد. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده مجلس ششم، 4 سال پس از واقعه 18 تیر در همایشی که در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شده بود، گفت علیزاده توسط ماموران امنیتی ربوده شد و هیچ نهادی مسئولیت آن را به عهده نمیگیرد. مادر فرشته علیزاده بر اثر فشارهای روحی سکته قلبی کرد و درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های رژیم، روز شنبه 29 تیر در یک حمله و هجوم گسترده توسط نیروی انتظامی به اماکن فقیرنشین تهران بیش از 500 تن از معتادان و فقرا دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شدند. این تهاجم وحشیانه که توسط رسانه‌های رژیم سومین مرحله طرح جمع‌آوری معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر نامگذاری شده، در محله دروازه غار، شوش، هرندی و جنوب شهر انجام گرفت. در این تهاجم جنایتکارانه رژیم فاسد آخوندی، تعداد زیادی از دستگیر شدگان زنان و دختران جوان هموطنمان هستند که البته این هم از موارد انگشت شماری است که در کنار سنگسار و اعدام رژیم آدمکشان حاکم به تساوی زن و مرد معتقد است. به گزارش خبرگزاری مهر آخوندی، این طرح در راستای طرح امنیت محله به اجرا درآمده و افراد دستگیر شده به ملارد منتقل شدند. در عکس‌هایی که توسط خبرگزاری‌های رژیم منتشر شده، بخش اندکی از رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌های در صحنه قابل مشاهده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، از مشهد، فاطمه بداقی، معاون حقوقی رئیس جمهور رژیم آخوندی در همایش دختران گفت: حجاب نه تنها تحمیلی نیست، بلکه برای بسیاری از بانوان لباس مبارزه محسوب می شود. ولی با اشاره به مشکلات حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها گفت: توصیه ما به دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی است، ولی راه حل اصلی این موضوع نخواهد بود. ما باید روی حجاب تعصب داشته و باور داشته باشیم و بیش از پیش روی این مسئله سرمایه گذاری کنیم. روزنامه حکومتی ابتکار با درج مطلبی به معرفی همسران رؤسای جمهور رژیم و سطح تحصیلات و کارکردهایشان پرداخته و مدعی شده که قرار است همسران رؤسای جمهور پیشین ایران به زودی در جلسه‌ای دور هم جمع شوند تا برای رفع موانع سیاسی زنان در کشور تصمیم بگیرند. مضحک‌تر این که این روزنامه حکومتی در معرفی همین زنان مرتجعی که قرار است برای رفع موانع سیاسی زنان در کشور تصمیم بگیرند، هیچ فعالیت و تجربه سیاسی نتوانسته است قائل شود و در خصوص همسر رئیس جمهور جدید رژیم هم نوشته است: همسر دکتر حسن روحانی متولد 1333 است که اطلاعات زیادی از او در دست نیست. او تا امروز فعالیت سیاسی رسمی نداشته است و گفته می شود خانه‌دار است.